خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. خدا داده نعمتم، میوه محبتم، پیغمبر به امتم، بچه جانم. پسر باشی یا دختر، تو هستی جانی پدر، بهری من تو بال و پر، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. خواهم کی کلان شوی، عالمی زمان شوی، شخصی با ایمان شوی، بچه جانم. افتخاری من شوی، نامبرداری من شوی، ننگواری من شوی، بچه جانم. نوری تو چشمانی من، هستی تو نشانی من، منی ای جهانی من، بچه جانم. هستی تو دوامی من، شادی ای تمامی من، بختی بر دوامی من، بچه جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. لا لا لای، لا لا لای، لای لا لا لای، لا لا لای، لا لا لای، لا لا لای. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، جان جانم. بچه جانم، بچه جانم، بچه جانم، شیرینی من، دانایی من، خوش زبانم. السلام علیکم بیننده ها و تماشابینان عزیزی برنامه ما. امروز آمدیم به این طرفخانه برای تبریک کردن جشن یک سالگی سردار شاه. از نام پدرشان میرن شاهکه، از نام عمک جانش میرشاد جان، از نام آنا جان و بابا جان ها تبریک میگوییم. الک محفل ما آغاز شده است، رفتیم. السلام علیکم مهمانان عزیز، پدران، مادران مهربان، مردم شرفمند، مردمی وعار و ننگ و ناموزدار.
مردم آهنی که عزیز، من امروز در این طرفخانه زیبا برای ما معلوم و مشهور کردم. امروز در این طرفخانه باعث سرجمی ما و شما جشن یک سالگی زادروزی سردار شاه را جشن گرفته ایستادند. بیهوده این روز را انتخاب نکردند. در این روز امکجان خاندانشان میرشا جان همراهی ما رخسار بانو امروز فاتحت هایی دارند. در این خاندان همه خداها را خوش آمدتان میگوییم. امروز مهمانان برای تبریک کردنی سردار شاه آمدیم. به نزد ما میرنشاه اکا را همراهی سردار شاه گلشاد آیتی به صحنه تکلیف میکنیم و البته آنا جانی عزیزشان فیروزه خاله را یک جای تکلیف میکنیم. به نزد ما مرحمت یک قرصک میزنیم برای امروز شاهزاده اصیل برای سردار شاه. مرحمت. سلام علیکم. امروز زادروزی نبیره مبارک باشد. فیروزه خاله، من سال گذشته در این فصل زمستان این طفلک نازنین تحفه بی‌بهاترین خداوند کریم نامشان که سردار شاه هست به دنیا آمدند. من امروز شاهی ما 1 ساله شدیم. خدا کند که 100 ساله شود. مانندی که امکشان امروز فاتحت‌های دارند این کس هم توی برساند. ختم تویش بینیم. خدا خواهد در توی‌های کلانش تبریک کردن نصیب کند. جشن زادروزی فرزند مبارک. میرنشاه اکا گلشاد بانو امروز روز خرسندی مبارک باشد. خدا کند که این پهلوان صاحب یکچند دادر و خواهرکان شود. خاندانتان باغچه بچگانه شود. در این خیلی روزهای خرسندی باز شما را تبریک کردن گیریم. جشن فاتحت‌های فرزندان مبارک باشد. در این خاندان پرفیضتان توی و تنتنه آوازی سرود آوازی گیری الان خیلی طفلکان نازنین برایت میگویم. روز خرسندی مبارک. امروز برای سردار شاه کافته یک شعر زیبا انتخاب کردیم. مبارک روزی زادروزت مبارک، مبارک روزی تولیدت مبارک. تو امید در حیات آینده داری، تو فرزندی نکو در زندگانی. تو درد و غم را اصلا نبینی، شود عمرت دراز با نیکنامی. بگیر دعای بابای و پدر را، بگیر سوهای مادر و پدر را. با مادر هم پدر غمخوار باشی، با اهل و عائله خود دلیاب باشی. به تو گردد نصیبی دعای مادر، فروزانت شود دعای پدر. تو را در خلقه دوستان بینم، شوی تو بر وطن صادق و همدم. میگویم برای امروزه سردار شاه خدا کند کلان شود، چای رزک یا نجان بابا جان نشود، یک عروسی نازنین را انتخاب کند و در توی نکاحیشان باز شما را آمده تبریک گوییم. بخواهم آسمان ماند برایت، زمانی گلفشان ماند برایت. بخواهم از همه پیر و جوانها، فقط رنگین کمان ماند برایت. البته فیروزه خاله خاندان به ارگه خاندان هم میکست. از دانکش هم مغزش شیرین میگوید. الان خیلی گریه های زیبایی است. هر صبح سحر پدر مادرشان بیدار کند. سال آینده خدا کند که باز در این خاندان آوازی گریه فرزندان برآید. هر بار در روز خرسندیان آمده شما را تبریک کردن گیریم. روز خرسندی مبارک. حاضر از کلان سالان باید دعا گیریم برای نویره شیرین. یک تا دعا میکنیم. مرحمت. سلام علیکم دوستان، مهربان، همسایه‌ها، خوش تبارا. خوش آمدید من این روز مبارک دیرجدی میوارچم. سال باشه، سلامت باشه. من همین یکی کلان شوی ما مالین داداش برین خدمتکار باباش اوناش داداش بیش در دلشون چی آرزو دارن آرزوهای جامعه عمل بشه. رحمت. تشکر. مرحمت فیروزه خاله. السلام علیکم مهمان‌ها و میزبان‌های گرامی. همه خوش آمده. همین روزکای نیک و رساندگیشون به خدا دلش کن. همین بچه کن کلون شوه، امکیش به بخش شوه، الهیم خوششپی شوه. خوب چی نیت که باشه نیت کاشون برسه، الهیم ماهانم به خطاری خوب نیت کام برسه. همه وقت یافته که ما روزکای نیک برابر، همه کتون با خوش آمده. هزار رحمت. تشکر. حاضر باشد بابا جانشان عبدالحمید بابا را هم تکلیف میکنیم. همراهیان جانشان مرحمت. هر دوی شمایان را نیز تکلیف میکنیم به نزد نبیله شیرین. امروز روزی خرسندی است. یک جای از سخنهای تبریکاتی را بهر امروز نبیله شیرین میشنویم.
شما رو نیز تکلیف میکنیم. مرحمت. امروز علمی نبره شیرین میگویند که من کلان شوم اگر پهلوان میشوم، میلیسیونر میشوم، یا که ورچو یا که این نشده که پرزیدنت دولت میشوم و یک ماشین کلان قیمت خرم اگر دوی بابام پیش به سر کرده میگردم. خدا خواهد اگر همخیر روزهای خورسندی با شما باز تبریک گوییم. روز خورسندی مبارک باشد. یک تا نبره با دعا کنیم. مرحمت. یک توی کلان شده اصول با آمده من هم خیلی مرد خوش به موش به خدمت خوش شود 100 قدر همین رحمت. من اونا جانشان دوام میکنن. مرحمت. البته تبریک میگویم از همه اونا جانشان. نیران شاکر از نام خود از نام اویلتان البته فرزندی عزیز رو تبریک میگوییم. خدا خواهد بود از چند سالها میبیند میگویند که در جشن زادروزی من پدرم این خط تبریک کرده بوده. گفتن مرحمت بیایید به نزد ما نزدیکتر. مرحمت. السلام علیکم مهمانان خوش آمده. سردار جان کلان شود خدمت امی موام با خدمت باشنا با خدمت خلق با روزای خورسندی با همه وقت هم خشنه خوش آمده. رحمت. هزار رحمت. تشکر میگویم. این اصلا باشد حاضر بابا جان ها در سمرقند عظیم از زل یک مراسم زیباست نیت کرده کاکلان نازنینش را قیچی میزنند عمرش دراز شود گفته. البته حاضر همراهی سردار شاه به نزد کلان سالان می رویم. به نزد بابا جان ها یک جای کاکلانش را قیچی میزنیم. بعد از آن امروز وزم زیبا روز خورسندی را دوام میکنیم. مرحمت. میران شاکر دور نرفته میستیم. موضوع یک جای از اولین شیرینی امروز سردار شاه تناول میکنیم میچشیم. بابا جان ها را نیز تکلیف میکنیم. مرحمت. بابا جان ها به نزد نبیره نزدیکتر میبیاییم. یک جای از شیرینی را میبریم. بعد از آن رقص و بازی خورسندی را دوام میکنیم. مرحمت. تارتا را میخواستیم نزدیکتر بیارند. مرحبا. عبدالحمید بابا شما را نیز تکلیف میکنیم. یک جای شیرینی را میبریم از آن تناول میکنیم. مرحبا. زادروز مبارک.
زادروز مبارک. مبارک باشد. فیروزه خاله با راهبری شما تمام امروزه مهمانان را به رقص تکلیف میکنیم. امروز جشن زادروزی سردار شاه است. یک جای هم میرقصیم، خرسندی میکنیم. امروزه شادیانه را با یک درجه اعلا میگذارانیم. خوش آمدن بگوییم جشن زادروز مبارک. مرحبا.
من بیننده های عزیز امروز بزم زیبا زادروزی سردار شاه را در جشن یک سالگیشان تبریک کردیم، با آخر رساندیم. همراهی شمایان با هم دیدیم. مانند هر روز و هر وقت با ما باشید که ما با شماییم.